سلام، وقتتون بخیر. زیاد از من خواسته میشه که در مورد بیماری‌های متابولیک ارثی صحبت بکنم. حالا از من به طور اختصاصی خواسته شده که در مورد بیماری متیل مالونیک اسیدمی یا به اختصار گفته میشه MMA صحبت کنم. این صحبت من برای کسانی مفیده که یا با چنین بیماری درگیر هستن یا افرادی که پزشک یا کادر درمان هستن که علاقه‌مند به این بیماری هستن. ببینید، اولین سوال اینه که اصلا این بیماری چی هست؟ بیماری متیل مالونیک اسیدمی اینطوریه که ببینید هر فردی هر غذایی که مصرف میکنه، به عنوان مثال پروتئین که مصرف میکنه، خب این غذا باید سوخت و ساز درش اتفاق بیفته و بعد مورد استفاده بدن قرار بگیره. پروتئین از یه اجزای کوچکتری تشکیل شده به نام اسید آمینه. کسی که بیماری متیل مالونیک اسیدمی داره، بعضی از این اسید آمینه ها و بعضی از انواع چربی ها رو نمیتونه خوب تجزیه و تحلیل کنه و به استفاده برسونه. نتیجهش این میشه که یک سری مواد زائدی در بدن تجمع پیدا میکنه که این مواد خاصیت سمی دارن. مهمترین ماده‌ای که تجمع پیدا میکنه یه ماده‌ای به نام متیل مالونیک اسید که این یه خاصیت اسیدی داره. برای کجا ضرر داره؟ بیشتر برای مغز و بعد از اونم برای کلیه. و از طرفی چون خاصیت اسیدی داره، وقتی تجمع زیاد پیدا بکنه خون فرد دچار حالت اسیدی میکنه. این علت بیماری متیل مالونیک اسیدمی. خب سوال بعدی اینه که چرا همچین بیماری پیش میاد؟ چرا ایجاد میشه؟ این یک بیماری ژنتیکه. یعنی اگر یه فردی این بیماری رو داشته باشه، معنیش اینه که پدرش و مادرش هر کدوم از این دو نفر به احتمال زیاد اونها هم ناقل ژن این بیماری هستن، ولی چون ناقل هستن خودشون علامت ندارن، ولی هر دوشون ژن معیوبشون رو به این فرد دادن و این بچه بیمار شده. بنابراین اگر در خانواده یه فردی بیمار هست، باید سایر اعضای خانواده هم یه آزمایش بدن مطمئن بشن که این بیماری رو ندارن. حتی اگر اون اعضای خانواده سالم هم هستن، ولی باید این آزمایش رو بدن. خب سوال بعد این که اگه درمان نکنیم چه مشکلاتی پیش میاد؟ ببینید، اگه درمان نکنیم، اگه درمان بکنیم خیلی هاش حل میشه، حالا براتون میگم. ولی اگه درمان نکنیم، همطور که گفتیم، این بیماری ممکنه به مغز آسیب بزنه و در نتیجه فرد اون کارهایی که باید انجام بده نده. یعنی به موقعش باید بشینه نمیشینه، باید به ایسته، راه بره، حرف بزنه نزنه و مغزش خوب کار نکنه. وقتی سن بالاتر رفت، مثلا نوجوانی، جوانی، ممکنه به کلیه‌اش آسیب بزنه. و مشکل دیگری که ممکنه ایجاد کنه اینه که گاهی وقتها یه دفعه مقدار این ماده تو خون میره بالا، خون خاصیت اسیدی پیدا میکنه. وقتی خاصیت اسیدی پیدا کرد، فرد بیحال میشه، هوشیاریش از دست میره و خیلی بدحال میشه، به بیمارستان رسونده میشه. اینها علائم بیماری میشن که درمان نشده باشه. سوال بعد، چطوری شک کنیم که ممکنه یه فرد دچار متیل مالونیک اسیدمی؟ الان توی استان فارس و خیلی از استانهای کشور، نوزادی که به دنیا میاد غربالگری میشه و مثل تیروئید که غربالگری میشه، این بیماری هم براش غربالگری میشه. پس فرد هنوز هیچ علامتی پیدا نکرده، توی آزمایش غربالگری مشخص میشه. این که خیلی خوبه. و قبل از اینکه بخواد علامتی ایجاد بشه، پزشک میفهمه و درمان میکنه. اما کسی که غربالگری نشده باشه، چجوری معلوم میشه؟ اکثرا اینطوری میشه که یه دفعه بدحال میشه، به بیمارستان کشیده میشه، اول فکر میکنن عفونت کرده و اینا، بعد آزمایش میگیرن، میبینن خونش اسیدیه یا میبینن آمونیای خونش بالا رفته، شک میکنن و بعد دیگه میرن دنبالش تا آزمایش‌های مخصوص رو انجام بدن. خب چجوری وقتی شک کردن دیگه مطمئن میشن که این بیماری وجود داره؟ آزمایش مخصوص داره، آزمایش متابولیک، آزمایش‌های مخصوصی هستن که اینها انجام میشن. وقتی انجام شدن دیگه تشخیص این بیماری داده میشه. برای 100% شدنش هم که میشه آزمایش ژنتیک انجام داد. گاهی وقتا لازم نیست اصلا، ولی گاهی وقتا برای که دیگه مطمئن 100% بشیم، آزمایش ژنتیک به همون کمک میکنه. بسیار. حالا چجوری باید درمان بکنیم؟
گفتیم بعضی از انواع اسید آمینه ها و بعضی از انواع چربی ها رو اینها نمیتونن تحمل بکنن. بنابراین باید از یه طرف فرد پروتئین کمتری مصرف بکنه و در عوض شیر خشکای مخصوصی وجود داره که حالا که پروتئین کمتر مصرف میکنه، اون شیر خشکا که اون اسید آمینه ها و اون اسیدهای چرب رو که برای این فرد مضر هستن داخلش نیست. بنابراین اون شیر خشکا در کنار رژیم غذایی کم پروتئین رعایت میکنه، باعث میشه مواد سمی در بدنش کمتر بشه. این یک. علاوه بر اون داروی الکارنیتین یکی از داروهایی است که دکتر تجویز میکنه، دوزش رو دکتر مشخص میکنه و براتون تجویز میکنه. بعضی از بیماران MMA به آمپول B12 خوب جواب میدن، بعضی هاشون نه. بنابراین یه دوره امتحان میشه در فرد، اگر که به B12 خوب جواب داد خب مجبور مرتب B12 بزنه. درسته که یه آمپول تزریقی رو مکررن تزریق میکنه، از این جهت ممکنه یکم اذیت بشه، ولی از جهت دیگه بیماریش خیلی بهتر کنترل میشه. ولی بعضی هم هستن که به B12 جواب نمیدن، خب دیگه یا نیازی نیست اصلا بزنن یا فواصل تزریقش طولانی میشه، ممکن ماهیانه بشه. اینجوری غیر از این اگر این فرد آمونیاش بالا بره هم داروهای پایین آورنده آمونیا که داروهای متعددی هستن به این بیمارا توصیه میشه. آخرش چی میشه؟ معمولا خب این بیماری چون ژنتیکه یه بیماری مادام العمره، پس همیشه نیاز به درمان داره، ولی بالاخره تو اون مثلا 3 سال اول زندگی که مغز داره رشد میکنه خیلی خیلی مهمتره که خوب بیماری درمان بشه که آسیب مغزی پیدا نکنه. البته بعدش هم مهمه که مشکلات کلیوی پیدا نکنن، هی بدحال نشن به بیمارستان منجر بشه بخوام بستری بشن، ولی سالهای اول خیلی مهمتره و کنترل هم تو سالهای اول معمولا سخت‌تره. بزرگتر بشن خیلی وقتا کنترلش راحت تر میشه و انشاءالله خیلی هم از ما از بیماران MMA داریم که خیلی هم مشکل شدیدی ندارن، تونستن بیماریشون رو کنترل بکنن و آسیب خیلی مهمی هم بهشون نخورده. هم بستگی داره به این که چقدر بیماری ذاتاً در این فرد بیماری شدیدی باشه و هم بستگی داره که چقدر پدر مادرش خوب این توصیه ها رو جدی گرفتن، دقیق رعایت کردن و تونستن که این بیماری رو کنترل بکنن. امیدوارم شما هم همیشه سالم باشید.